من به مسئولین زحمتکش قوه قضاییه عرض میکنم، من یه طلبم، یه معلمم، درس میدم و درس میخونم، سرباز این ولایت و این نظامم. از در حرم که میام، جاهای دیگه که میرم، بین مردم، در مغازه میرم، نون میخرم، هر کجا مردم به من میگن و من به عنوان زبان مردم، عزیزان در قوه قضاییه، ضمن اینکه از زحماتتون تقدیر و تشکر، دوستان امنیتی نام نمیبرم، عزیزانی که در این ایام زحمات طاقت فرسا، من 2-3 شب رفتم برای خدا قوت میچرخیدم، کاری هم نیستم، اما به عنوان یه سرباز جز، عزیزان در قوه قضاییه، ریاست محترم، مردم از شما مطالبه جدی دارن. باید نسبت به این افراد برخورد جدی، سریع، نه این که مثل چند سال قبل عزیزان ما رو جلو چشممون کشتن، الان با قید وثیقه بعضیاشون بیرون باشن. قاتل فرد چرا اعدام نشه؟ از شما تقاضا میکنم عاجلاً و عاجلاً، به سرعت، اینها که محارب بودنشون محرزه در مقابل چشم مردم و داغ دیده هایی که این ایام داغ سنگینی به دلشون نشست، نشون بدید برخورد جدی بدون مماشات. مردم از شما مطالبه دارن اعدام این افراد به سرعت، عاجلاً و عاجلاً.